سلام و درود، چطورین؟ خوش اومدین به ویدیویی که من قولشو داده بودم، یعنی ویدیو فورتنایت، ولی نه ویدیو نمیدونم مثلا بریم مچ بزنیم، ویدیو لود رنکینگ بریم یا ویدیو رنک مچ زیرو بیل بریم، نه اصلا هیچی. فقط قراره این پارتو من دسترام برم. حالا اگه حمایت شد فورتنایت، گیمش حمایت شد، فورتنایت ادامه میدیم و میریم همینجوری ازش ویدیو میذاریم. حالا ایده که من ازش زیاد دارم، خیلی ازش ایده دارم، و حالا یا میریم مثلا مچ میزنیم، یا حالا ایده اجرا میکنیم، یا چالش میریم، همه کار میتونیم کنیم. حالا ما اینجا اومدیم با دستان چین توگیدر که بریم ببینیم دستان چجوریه. حتی من قبلا پلی دارم دیگه، اینو من دروغ نگم، من پلی دارم، یعنی یه جاشو روون میتونم رد کنم، ولی اینم باید در نظر داشته باشم که من الان نمیتونم درست بدم. در هر حالت من حتی از اولی هم که من گیم ریختم درست نمیتونم پلی بدم. چرا؟ چون که پینگ واقعا بده، یعنی داخلش پکت لاس داری، داخلش همه چی داری. باز حالا مثلا میتونستم بگم وارزون پکت لاس اگرم داشتم کمتر داشتم تا نسبت به فورتنایت خیلی پکت لاس دارم و اصلا گیم شدید اذیت میکنه. ولی خب حالا بریم ببینیم چه جوریه، من اصلا باید چیکارا کنم چیکارا نکنم. الان من هدفم چی هست تو این دستان؟ هدفم که هستی که بریم بالا، ببینیم تا کجا میتونیم بریم، ببینیم میتونیم تا چقدرشو بریم بالا. نمیدونم کلشو میتونیم بریم یا نه، ولی این دستان اول اصلا اینم بهتون میگم دستان چین توگیدر اگه گیمشو دیده باشین، که حالا یوتیوبرای بزرگ مثل آریکاکسر اینا هم ویدیوشو گذاشته بودن، چند نفر با هم زنجیر بودن میرفتن بالا، ولی این دستان یکم فرق داره. خب حتی همون خود گیم چین توگیدر هم یه قسمت تک نفره داره، خب ولی این هم ما الان قرار تک نفرشو بریم، یعنی با کسی چین نشیم. چرا؟ چون که من الان با کسی هماهنگ نیستم، یعنی نه رفیقمه نه چیزی. اگرم خواستین یا خواستن پارتای بعدی این دستران هم برم، یکی از کسایی که بشناسمشو میارم داخل گیم و اونجا با هم دوتای هماهنگ باشیم بریم. اینجوری به نظر من خیلی بهتره تو اینکه بخوایم دو نفر باشیم با هم هماهنگی نداریم و مطمئنا نمیتونیم اینجوری گیم ببریم بالا. حالا با قبل اینکه من بخوام کلا دستران شروع به استارتش کنم، یادتون اگه حمایت کنید از ویدیو، لایک و کامنت و ساب، یادتون نره زنگوله فعال کنید اگه جدیدین، که واقعا ساب کنین و حمایت کنین تا کانالمو پیشرفت کنم. و همینجوری که بچه خودتون خیلی میدونین یوتیوب یا داره لایک ها خیلی جدیدن میپرن، یا جدیدن که نه خیلی وقت داره هم لایک ها میپرن هم ساب میپرن همه چی. خب ما هم کانالمون وضعیتش همینه. حالا من دلیل نیست چون تازه کارم اینجور چیزا نشه باشم در هر حالت، ولی خب حالا دیگه اینم از مشکلاتی که باش سر کنیم. خب گیم استارت شد و باید از ما بچه وایسیم تا همه چی لود بشه. ما باز نخواهیم اینجوری لخ بریم داخل گیم. مثلا لخ چی دیگه؟ الان پرش هم کار نمیکنه، هیچی کار نمیکنه. الان اگه من بخوام حرکت کنم هیچ بی زحمت لود شو لود که نمیشه. بهتون میگم پینگ خیلی خراب گذاشته، اصلا هیچ، اصلا گیمینگا کار نمیکنه. بزنین که بریم جلوتر ببینیم چجوریه. یه بار خودم بکشم. نه اوکی شد بریم. خب بهتون میگم پکت لاس دارم، همین الان که خودتونم دیدین من پکت لاس شدید داشتم. الان میریم جلو. اینجاشو بچه من میذارم روون برم چون برای من کاری ندارم. بهتون گفتم من یه دورم پلی داده بودم. خب اینجا یه پکت لاس نداشتم، اینجا خودم از دستی هم افتادم، هول کردم و یکم الان من اوضاعم بده. چرا؟ چون که میکروفون من باید دقیقا نزدیک میکروفون باشم، کلم نزدیک میکروفونه، زاویه تصویرم با بازی هم خیلی فرق داره. بازم یکم کارم سخت شد الان و بریم بالا. خب اوکیه. خب تا سیزن 1 این دستان اومدیم و حالا بریم برای بالاترش. خب اوکیه، تا اینجاش خوب اومدیم. تا اینجاش من یه چیزی هم بگم، تا یه جایشو میتونم سرعتی برم، ولی از یه جایی به بعدم دیگه کار سخته. اینجا هم بچه‌ها میپیچیم اینور همینجوری مستقیم میپیچیم بالا میریم. اینا همینه دقیقاً همینجوری دستران و اینم میریم بالا. آخ وایسا بچه‌ها کنه از این و تا اینجاشو میریم بالا. تا اینجاش خیلی خوب اومدیم، ولی کاری از یه جایی بعدم خیلی سخته بچه‌ها. یکم لایک خوردم. خب آقا بریم بالا. اینم از این. تا الان 1 دقیقه و میشه گفت 8 ثانیه شده و چون اینجا هم یه دفعه میپریم میریم اونور تا وقت تلفی نکنم دیگه. بخوام سرعتی تر تا جایی که میتونم سرعتی برم بالا. و من گاهی وقتا شده که داخل این دسترانا، هر دسترانی یعنی نه فقط این،
گاهی وقتا مسخره افتادم پایین، نمیپریدم، دستم روی دکمه دیگه میخورد، مثلا بی میخورد، وای میخورد، خیلی مسخره بود. خب حالا همینجوری میریم بچه. اینم اون دستگاهی که میریم که اون برای چین شدن با بقیه است، میتونیم خودمون واقعا چین بدیم، ولی من گفتم نمیخوام با کسی الان خودم چین بدم، چون که با هیچ کسی هماهنگ نیستم و هماهنگ نبودن خیلی کار سخت میکنه. اصلا سخت میکنه که هیچ طرف یفی میبینی بر خوش حرکاتی میزنه ما رو میزه پایین. اینجا میتونیم بچه یه دونه، حالا چه میدونم، باگ بهش میشه گفت، چیت میشه بهش گفت، هر چی میشه گفت، اینجا میتونید همینجوری بپریم. میریم بالا، میریم بالا. اینجا بچه یه بار باید ای بزنیم. میریم بالا و اینم از این. خب من بچه برای این گیم داشتم خودم وی باکس هم جمع میکردم تا چی کنم، اسکیم بگم، ولی جاش یه دونه پیککس گرفتم. پیککس وقتی خریدم دیدم پیککس واقعا بی ارزشی بود، یعنی نسبت به پیککس های رایگان خود بتل پس خیلی بی ارزش بود. بچه اینا سر میخوره از روش، این چیا همون یک دین دایره مانند بود، اون ازش سر میخوره. حواستون باشه اگه این دستان دارین میرین یا رفتین یا میخواین برین، ولی در صورت حواستون باشه. من هرچه توی نظرسنجیم گفتم اگه فورتنایت و وارزون با هم برابر بشه از جفتشون، حتی نگفتم چرا، میخواستم بگم، ببخشید من اینجا اشتباه کردم، میخواستم بگم اگه چون من دیدم نظرسنجی اولاش 50-50 بود، میخواستم بیام یه دونه پست بزنم بگم که آقا اگه نظرسنجیمون برابر شد اول یه دونه ویدیو از فورتنایت میذارم، یه دونه از وارزون، تا ببینم کدوم ویو میخوره، اصلا کدوم حمایتش بیشتره. در کل که من بگم فورتنایت گیم مورد علاقه خودم از بچگی تا الانه و واقعا میگم با وارزون اصلا حال نمیکنم، نمیدونم چرا، هر چقدر هم گیم قشنگی از نظر شوتر بودن قشنگه، ولی بازم من خودم حال نمیکنم شخصا. و اینجوری هم بگم که اصلا با وارزون حال نکردم و بازم حالا داشتم پلی میادم یه سری مدت، بخاطر اینکه با یکی از رفیقام اینا پلی میادم، یه سری مدت داشتم پلی میادم گیمو. گفتن که بیام یه دونه، میخواستم بیام بگم که یه دونه ویدیو از فورتنایت، یه دونه ویدیو از وارزون میذارم، هر کدوم بیشتر حمایت بشه همون رو ادامه میدیم تو کانال. ولی خدا رو شکر دیدم که فورتنایت بیشتر طرفدار داشته، چون گیم مورد خودم هسته، علاقه هم نسبت بهش بیشتره که براش وقتم میذارم، اصلا کلا من بیشتر وقتم برای فورتنایت میذارم. حالا دروغ نخوام بگم نصف کلا توی روز اگه گیم بزنم بیشتر وقتم یا روی اساسینه یا روی فیفا و ای فوتباله، ولی برای فورتنایت هم خیلی برام وقت میذارم. مثلا ریلود رنکد اینم توضیح داشتم شروع میکنم به پلی دادن، من اول اینا فکر می‌کردم که ریلود رنکد و اینا خیلی مسخره است، خب ولی وقتی رفتم داخل دیدم مثلا خیلی فرقی میکنه با فضای بازی، فضای بتل رویال اصلی. اینجا می‌بینید یه دونه پکت لاس گرفتم، دیدم با بتل رویال آدینا خیلی فرق میکنه، هم کوتاه‌تر مپش، هم سخت‌تر، انمی بهتری داخلش هستن. اینا رفتم حالا دیدم اونجا یکم بازی من بهتر شد نسبت به اول. همینجوری حالا میریم بالا تا ببینیم چی میشه و همین توضیحاتو میدم دیگه. سری جی تی هم بچه تا یه حدی ازش حمایت شد، ولی یه سری جا دیگه دیدم آقا خیلی سخته کار. چرا؟ چون من صدای گیمو ببندم و اصلا نصف موزیکای خود گیم کپی رایت داره و ویدیو چی میخوره، کپی رایت میخوره و اصلا خیلی مسخره است و نمیتونم من همه جای گیمو کنترل کنم. بخاطر همین دیگه آقا هم سری جی تی یه کمی حمایتاش آخر سر اومده بود پایین، بعضی حالت‌ها هم زیاد بود واقعا، ولی خب بازم گفتیم نمیدونم حالا شاید ادامه بدم شاید ادامه ندم. و جی تی من یه اون دیدین به مشکل خورده بود و اوکی شد، بخاطر اینکه تیک هوم اکانتم پریده بود مشکل خورد. من اولش هم نمیدونستم، رفتم یکم سوال کردم اینا، آخر سر فهمیدم که هوم اکانتم پریده و نمیتونستم بازی کنم. خب تا الان که اومدیم تو سیزن 3 بچه، خودم تا حالا اینجاشو نیومده بودم، خدا وکیلی اینجا رو دیدم، البته نه این اولش اومدم، از اینجا بعدش دیگه نرفته بودم. یه دروغ نخوام بگم از اینجا بعد وای 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 بیوف اینجا آها بچه، من احساس میکنم ریدم یا واقعا شما فکر میکنید من ریدم. اب نه، از اینجا بعدش بزرگ میریم، فقط اینجا بعدش نیفتیم دیگه درسته. خب وای یکم من باید کمتر حرف بزنم تا اوکی تر گیم پیش بره. ما الان تا الان 9 دقیقه رکورده،
تا 20 دقیقه رکورد اینا میریم دیگه، تا جایی که بتونم میریم و اوکیش میکنم دیگه. حالا اگه 30 دقیقه شد کات میزنم، باز یه پارت جداش میکنم، چون نمیخوام ویدیو زیاد طولانی بشه. مخصوصا بچا این روزا هم خودتون میدونید اوضاع فیلتر داغون، اصلا اوضاع فیلتر نه، اوضاع نت داغونه و دهن آدم سر یه ویدیو شورت سرویس کردن چیز یا علی چرا سوتی دادم، سر اینکه یه ویدیو شورت بخوای آپلود کنی دهن سرویس میشه، چه برسه بخوای به اینکه یه ویدیو طولانی آپلود کنی، حداقل یه نیم ساعتی واقعا وقت میبره. و اینجوری هم میگم که بازم امروز اوضاع نت خیلی خرابه. اصلا امروز که حالا باز نسبتا به نظر من اوکیه تا روزهای دیگه، حالا ببینیم باز بعدن چی میشه. و همینجوری دستانو میریم بالا میریم بالا میریم بالا. بچه دوباره هم میگم حمایت واقعا یادتون نره، چون بچه سخته. من میبینم یا داره ساب میپره یا داره لایک میپره، حالا خیلی از چیزا داره میپره، بخاطر این بچه واقعا سخته یکم دیدن این صحنه. لطفا بچه حمایت هم یادتون نره. خب آقا اینم از دستران تا اینجا شد، دوباره داریم از اول برمیگردیم بالا و همینجوری میریم ببینیم چی میشه. خب از اینجا میریم بالا، اینجا هم باز بچه دوباره میریم بالا. خب دوباره آیشیم به سیزن 2. سیزن 3 رو ما رفتیم ولی باز افتادیم پایین. خودش خیلی مسخره افتادن، اگه بخواد دوباره اونجا یه همچین تکرار کنم نمیتونم ادامه بدم، واقعا سخته. و اینم از این پک لاس. و خب اینم از اینجا. بچه اگه بخوام بتونم بگم DNS هر چقدر تاثیر داشته بچه خودتون دیگه اینجا دیدین پکت لاس، خودتون دیگه واقعا دیدین. من نمیدونم این گیم چیکار کنم بچه، هم DNS هم DNS خوبیه، همه چیم خوبه، همه نت اینا هم اوکی. خب ولی داشت نمیخوام چین بشم، بی زحمت برو گم شو. خب اگه خودم دیده باشین بچه من نت اصلا شما که نمیدونید نت من اوکی یا نه، خب ولی واقعا نت من اوکیه، حتی DNS هم اینا همه چیم اوکی، ولی بازم میشه گفت از این حالتهای مشکل هسته. الان هم دیدین خودتون که پکت لاس گرفت. اگه بتونم اینجا رو یه دفعه چی میکنم، اگه بتونم خودم اینجا رو یه دفعه میرم جلو تا مشکلاتمون کمتر بشه. یکم هم بریم بالا. خب اصلا این پایینش میریم بچه. من این پایینش تا حالا نرفتم، دروغ نخوام بگم از این پایین تا حالا نرفتم بالا. بزن یه بار اینو امتحانش کنم. میدونم وقت گرفته میشه ولی خب خب این از این تا اینجا دوباره اوکی اومدیم. خب اینجا یکم یک ریدمانی داخلش بود ولی مهم نیست. اینجا رو یه ضرب میریم بالا، اینجا هم یه ضرب میریم، اینجا هم یه ضرب. خب از اینجا بچه خودم بازم میبینید داریم من یه سری جا واقعا پکت لاس الکی دارم و اصلا نمیشه درک کرد که چرا اینجوریه، ولی سخته، واقعا سخته. پکت لاس خیلی مزخرفه، اصلا یه سری جا کلا گند میزنه به اعصاب آدم، مثلا باعث الکی مردن حتی وسط گیم میشه، یا باعث افتادن داخل دستران میشه، داخل گندکای داخل خیلی از گیم ها. حتی خب دست ما هم نیست دیگه، نته. خب اینجا هم خودتون بازم دیدین یه پکت لاس دیگه داشتم، من یه لحظه گند زدم به خودم گفتم افتادم. خب اینجا هم دوباره میریم کاری نره، اینجا اصلا کاری نره. خب داریم دوباره میریم بالا بچه. اینجا رو من چرا از اینجا میرم؟ چون اینجا یکم نزدیک تره، اگه فاصلش بیشتر بود نمیرفتم. خب اینجا من گفتیم یه دونه میونبر به حساب میاد، چون راش فاصله زیادی نداره میپریم دیگه، چرا خودمون الکی خسته کنیم. این از این و اینم بچه گفتیم دو بار جامپ بزنین که نیفتیم. این از اینجا میریم بالا، میریم. خب آقا اینم از این. و بچه یکی از سختی های رکورد من برای ویدیو این چیه؟ ویدیو طولانی اینه که آقا من از جای کنسولم نمیتونم حتی اگه هنسفری هم وصل کنم به
دسته و بخوام از میکروفون استفاده کنم برای رکورد ویدیو، صدام توی ویدیو نمیفته و فقط صدام برای گیمه، یعنی توی گیم فقط صدام هسته، میکروفون هسته اینا، ولی اصلا برای ویدیو هیچ تأثیری نداره. به خاطر من مجبورم یه جا گوشی رو جدا بزنم روی ضبط صدا و از اونجا تایمینگ بزنم و نمیدونم فلان کنم اینا تا بتونم حالا با ویدیو یه جوری وایسم هماهنگ در بیارم که باید 1000 تا کار انجام میده. 1000 تا کار نه، ولی خودی که باید تایمینگ رو حفظ کنی. موقع از این حالات میگه خیلی سختی داره ویدیو طولانی رکورد کنم برام، ولی خب بازم خوبه، حال میده ویدیو طولانی. چرا؟ چون میتونم یه ویدیو باشه قشنگ هم توضیحات بدم داخلش همه چیز. و خب این از یه دوباره برگشتیم به همونجایی که بودیم و امیدوارم اونجا دیگه مثل اون دفعه پکلاس نخوریم بیافتیم پایین. و اینم از این، اینم از این، اینم از این، اینم از این و اینم از این. بچه دسترانای دیگه هم هسته مثل دسترانای اونلیا و خودتون دیگه ببینید سخته بچه، خیلی سخته، اصلا اصلا آدم به هم میزه. بچه یه چیزی بهتون بگم، حالا با زوره میریم بالا. الان بیا پکت لوس نکن بچه. بدونیم یه چیزی بهتون بگم، گیمای اصلی من کلا گیمای فوتبالی و گیمای آفلاینه. خب یعنی من تنها گیم آنلاینی که شاید خیلی پلی بدم گیمای فوتبالیه، مثل ای فوتبال. من بیا پکلاس نکن خودش، خدای خودتون پکلاس نکنید آقا. ما گیم اصلی من اگه مشاهده کنید نصف ویدیو شورت های من مخصوصا جدید دوباره همه شدن یا فیفا. حالا ای فوتبال که جدید باز قراره بذارن، فیفا رو باز حالا کمتر پلی میدن نسبت به ای فوتبال، ولی بازم میذارم. ای فوتبال گیم اصلی منه، یعنی چون اصلا من از بچگی پی اس پلی میدادم، ای فوتبال گیم اصلی منه و اصلا کلا پی اس گیم اصلی منه. و اینجوری هم بهتون بگم که گیم حتی اگه گیم آنلاین هم بخوام پلی بدم، پی اس یا همون ای فوتبال بازم توی آنلاین هم از نظر من بهترینه. و اگه تنها گیم آنلاین که بخوام پلی بدم همون ای فوتبال، اینا گیم فوتبالی هستن کلا بخوایم بگیم. پس بازم بچه اگه حمایت نشه از فورتنایت مجبورم کلا فقط فوتبالی بذارم تا حالا باز ببینیم میتونم توی گیم دیگه ایده پیدا کنم نکنم چیکار کنم اینا. و یه لحظه من همین راه گم کردم. مثلا اگه بچه ویدیوی فورتنایت رو دوست دارین ببینم حمایت فورتنایت خوبه یا نه، اگه خوب نباشه با چی بریم؟ اگه خوب نباشه ای فوتبال و اینا باز میریم که ای فوتبال اینا مثلا داخلش ایده فراوون دارن، چالش چه چالش شورت ویدیو چه چالش ویدیو لانگ اصلا فرقی نمیکنه، هر چالشی بخواد باشه من به هر حال از ای فوتبال میتونم خیلی ایده در بیارم، خیلی میتونم ایده در بیارم. اصلا کلا من چیه، هر کسی که بره تو گیمای فوتبالی میتونه بیشتر ایده در بیاره. اصلا شما بگین از خود گیم ای فوتبال هم نتونم بیا پکلاس نکن خودش. بچه یه طرح دیگه میدیم اگه پکلاس اذیت کنه دیگه این پارت رو تمامش میکنم. این پارت که نه، این قسمت رو تمامش میکنم. بچه نگوین من یه توضیحات بدم. اگه بچه من حتی اگه از خود ای فوتبال هم ایده نتونم زیاد در بیارم، ایده چالش فوتبالی حالا چه واقعیت، چون خودم بچه برای بازم تمرین دارم بازم میتونم ویدیو فوتبالی بذارم، حالا چه واقعیت چه چالش بزنم باشه، چه چالش تو واقعیت باشه، چه چالش داخل خود ای فوتبال باشه. اینجا که میبینید خودم گرم میدم، حالا چون نرفتیم بالا بازار ترای میدیم. اصلا کنم موقع حرف زدن نمیتونم زیاد تمرکز کنم، ولی خب اصلش اینه که حرف بزنید داخل ویدیو دیگه، وگرنه اگه ویدیو نبود حرف نزنم همینجوری کار خودم میکردم. و اینو هم بگم که کلا اصلا زندگی من به فوتبال بنده، کلا اصلا من عاشق فوتبالم. هر گیمی، حالا گیم اگه فوتبالی هم باشه من کل فوکوسمو میذارم، اصلا کلا میگم کل فوکوس کل تایممو میذارم بیشتر برای گیم فوتبالیه. چرا؟ چون گیم فوتبالی گیم اصلی منه و اصلا کلا فوتبال چیزی که من خیلی دوستش دارم، نسبت به هر ورزش دیگه کلا ترجیحش میدم. اسطوره‌ام هم که داخل خود فوتبال کلا خیلی دوستش دارم رونالدو. حالا مسی اینا که بکنار خیلی دوستشون دارم، ولی خب رونالدو دیگه برای من یه بازیکن دیگه است. ولی بازیکنی که خیلی خیلی دوستش دارم رونالدینیو، یعنی اصلا شدید رونالدینیو دوستش دارم و به نظر من هیچ بازیکنی دیگه رونالدینیو یا همون شعار فوتبال خودمون نمیشه. رئال فنم و باخت چند شب پیش رئالم از بارسلونا دیدم، خودم هم میدونستم رئال میبازه. چرا؟ از وقتی که امباپه اومده که اصلا کلا تیم رئال گند شده، من خودم میدونستم. اصلا یکی از پیش بینی خودم برای
بازی همین بودش که میبازه رئال از بارسا. روک خودم میدونستم میبازه، ولی به هر حال بازم امید نگو. رئال خیلی حمله میکرد، اسکوادش واقعا قویه، ولی اینم بگم که امباپه از وقتی اومده تیم به هم ریخته و همینه دیگه. تنها دلیلی هم که مثلا شاید بارسلونا دوستش داشته باشن به خاطر مسی، نیمار و رونالدینیو و پویول و ایناه. سوارز هم دوستش دارم، خوبه و اینم از این دیگه. بگم که یه سری گیمای یه سری بازیکنایی که خیلی دوستشون دارم همینایی که بهتون گفتم. بچه‌ها 20 دقیقه شد، حالا اینجا رو میریم. اگه افتادیم که هیچ، ویدیو تمامش میکنیم. اگه نیافتادیم تا جایی که بتونم میرم دیگه. ببین چی میشه. خب اوکیه تا اینجاش. خب اینم از این و بریم جلو. حرفی دیگه هم واقعا برای من باقی نمیمونه. بچه‌ها یکی از دلایلی که من خودم یوتیوب رو خیلی دوست داشتم استارت کنم، من همیشه بچه که بودم اینجوری بگم گیم آنلاین من موقع خیلی میزدم. مثلا کال آف موبایل خیلی میزدم قبلا، توی موبایل اینا کال آف موبایل میزدم خیلی. باز مثلا توی پی سی هم بخوام بگم گیم چه میدونم، یه دونه گیم زامبی داشتم، لفت فور دد اگه اشتباه نکنم اسمش، خیلی قشنگ بود. خیلی گیم من زیاد میزدم. جی تی ای سن اندریاس از گیم اصلی بود که اصلا وقتم کلا رون گیم بود همیشه. از وقتی که اون گیم رو گرفتم اصلا معتاد شده بودم. پس اینم میگم که من خیلی گیم میزدم. که در این یوتیوبر شدم اینه که من آقا میدیدم هر کسی که میتونه، یعنی هر کسی که آقا میبینم سری میاد یوتیوبر میشه. یوتیوبر که نمیشه میاد ویدیو میذاره. حالا یوتیوبر شدن که یکی دو روز نیستش یا یه شب و دو شب که نیستش که، و هر کی میدم میاد یوتیوبر میشد. اصلا اینم بگم کلا یکی از چیزای باحالی از نظر من بود ویدیو گذاشتنه و همینجا هم که بتونید مخاطب بر خود جمع کنید. به نظر من خیلی باحال بود. من میدم خیلی مخاطب جمع میکردن، خیلی اومدن ویدیو میذاشتن، ایده میذاشتن، همه چی اینا. من دوست داشتم بیام این کارو کنم. یه بار یه دونه چنل یوتیوب قبلا داشتم. اولین ویدیوم یادم سعی کن نخندی بود، ولی اونم من چون بچه بودم ادامه ندادم. حتی خب اونم زیاد طرفدار نگرفته بود، ولی خب بازم بچه بودم اصلا عقلم نمیکشه کلا. بعد این دوباره شروع کردم. الان از وقتی هم که دستگاه دستم رسید نشستم یکم شروع کردم تو یوتیوب ویدیو گذاشتم. حالا الانم که میدونم خیلی کم فعال شدم. چرا؟ چون که اصلا سرم این روزا خیلی شلوغه، هم خوابم به هم ریخته، همه چی به هم ریخته، هیچی الان تو زندگی من سر جاش نیستش. بخاطر همین دیگه نمیدونم اصلا باید چیکار کنم. برای ویدیو گذاشتن امشب دو دلی بودم بگیرم یا نگیرم. گفتم بذار امشب بگم تا از استرس خودم کم بشه و اینجا هم بله که از استرس خودم کم بشه ویدیو رو زودترم بذارم دیگه، زیر قولم هم نزنم. خب رفقا اینم بذارید من سخن پایانی میگه، یه جوری میگم سخن پایانی انگار مثلا چه شاعری کسی ام. و بچه‌ها مپ کدشون بالا هسته. حالا بازم من میگم اگه برید تو قسمت سرچ و توی دسترانا چین توگیدر اون بالا هسته، اگه دوست داشتین میتونید پلی بدین. خب رفقا مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. حمایت هم یادتون اگه بازم ویدیو از فورتنایت میخواین حمایت یادتون نره بچه‌ها، که واقعا سخت اجرای رکورد کردن ویدیو طولانی، ولی خب بازم من خودم خیلی علاقه به رکورد ویدیو طولانی دارم. پس حمایت یادتون نره اگه بازم ویدیو فورتنایت میخواین. اگه هم حمایت از ویدیو فورتنایت نکنین که میریم سراغ همون ویدیوهای فوتبالی خودمون که اصل چنل منه. و تا ویدیوی بعدی میبینمتون. حمایت هم یادتون نره. دم تک تک دیگه فعلا.